نباید فراموش کرد که تأثیر آب و هوا و اقلیم بر انسان‌ها و محیط و ساختار فرهنگی هر جامعه عاملی جدی است که خود مقدمه‌ای بر روانشناسی اقوام به حساب می‌آید. در حقیقت همانقدر که تنوع اقلیمی آب و هوای گوناگون وجود دارد، به همان نسبت هم انواع آداب و رسوم و مباینت خلق و خو به چشم می‌خورد. چنانکه این موضوع را در نقاط مختلف ایران زمین شاهد هستیم. آنجا که عادات غذایی، باورها و مراسم مردمان حاشیه دریاها با ساکنان کناره کوهپایه‌های مرتفع یا کویرنشینان فرق می‌کند و بدین سان تنوع و گوناگونی کم‌نظیری را در یک سرزمین با چارچوب واحد و تعریف شده شکل می‌بخشد. آیا این تنوع خود عاملی در شکل‌گیری باورهای پرستشی و حس قداست و حرمت برای گیاهان بومی به سبب وابستگی انسان‌ها به آنها نبوده است؟ در واقع باید روند تاریخی را تعقیب کرد و در بررسی رابطه مادی-معیشتی انسان با گیاه و نیاز به زنده ماندن از یک سو و روند تمدن‌سازی از سوی دیگر دید که آیا این رابطه به نوعی به معنویت تبدیل شده است؟ نمادپردازی با گیاهان عنوان فصل سوم است و این موضوعی است که در زندگی مردم به خصوص احساسات هنری و زیبایی شناختی آنها متبلور است. برخی گیاهان خاص به علل مختلف از سایر گیاهان متمایزند و همین تمایز باعث شده تا نگاهی انتزاعی در خصوص آنها شکل گرفته و رفته رفته به عنصری نمادین در فرهنگ مردم و جلوه‌های آن همچون هنر و ادبیات و معماری تبدیل شوند. بررسی این علل و تفسیر و تشخیص نمادپردازی‌های صورت گرفته با این دسته از گیاهان از مباحث این فصل محسوب می‌گردد. این گیاهان عبارتند از سوسن، کاج، سرو، سیب، کدو، انگور، حنا، سدر، نخل، سنجد، قارچ، نیلوفر و چای. در بینش اساطیری انسان‌ها اشکالی چون گل، صفحه، ساعت، باغی که فواره در مرکز دارد، چرخه هشت‌بر و ستاره یا خورشیدی که 8 اشعه فروزان از آن جدا می‌شود، نمود اولین تصورات انسان از دایره هستی بوده که در تمدن‌های مختلف به صورت هنر تجلی یافته است. این موضوع در خصوص گل نیلوفر نیز مصداق دارد. مردمان آریایی نیز چه در هند چه در ایران از دیرباز نیلوفر را بطن جهان و حامل سریر خداوند دانستند و میتوان وحدت اندیشه را در ادواری که اسطوره‌ها شکل می‌گرفتند در صورت و نام این گل متمرکز دید. امروزه نیز در برخی معماری‌های سنتی مناطقی از ایران مثل کاشان و حتی معماری‌های مدرن شهرهای بزرگ مثل تهران و مشهد، نقش نیلوفر به عنوان عنصری تزیینی قابل مشاهده است. در مراسم میر نوروزی در آغاز نوروز رسم چنین بود که مردی نیکنام، خوشیوم، خجسته، گشاده روی و شیوا گفتار به حضور شاه میرفت و اجازه ورود میخواست. شاه میپرسید کیستی؟ از کجا میایی؟ به کجا میروی؟ با تو چه کس همراه است و با خود چه آورده‌ای؟ وی پاسخ میداد من از سوی 2 مبارک پی میآیم، به سوی 2 نیکبخت میروم. با من پیروزمندی همراه است، نام من خجسته است، با خود سال نو میآورم، برای شاه خبر خوش و درود و پیام می‌آورم. شاه به وی بار می‌داد و او خوان سیمین نوروزی را که در کنار آن نان‌های کوچک پخته شده از گندم، جو، ارزن، ذرت، نخود، عدس، برنج، کنجد، باقالا و لوبیا قرار داشت در پیش روی شاه می‌گذاشت و برای شاه خوشبختی و نیک‌ورزی و زندگانی دراز آرزو می‌کرد. کنجد از جمله غلاتی است که در اعصار باستانی هنگام نوروز در ظروفی کاشته می‌شد و بر پایه رشد آنها به پیشگویی اوضاع محصولات سالانه و برکت و نعمت سال آتی می‌پرداختند. ریواس و سایر گونه‌های مشابه آن به جز جنبه اساطیری از گیاهان مقدس نزد آریایی‌های اولیه محسوب می‌شدند که احتمالاً بعدها به همان گیاه مقدس هون در میان ایرانیان تبدیل شده است. این گیاه در باور اسطوره‌ای نیای همه گیاهان از جمله درختان محسوب می‌شود. باور به نقش گیاهان اسطوره‌ای در گسترش انواع گیاهان و درختان و برکت‌زایی آنها را در کتاب مقدس زرتشتیان اوستا می‌توان یافت. ریواس یکی از بارزترین این گیاهان اسطوره‌ای محسوب می‌شود. مهمترین وجه ریواس در باورهای عامیانه داستان اسطوره‌ای آفرینش انسان در قالب روایت مشی و مشیانه است که ریشه‌ای بسیار کهن داشته و در متون پهلوی نیز ثبت شده است.
بعضی محققان معتقدند علت آن که ادیان توحیدی یهود، مسیحیت و اسلام به درخت خرما بسیار بها داده‌اند، تأثیرپذیری آنها از ابراهیم بوده، چرا که وی متولد و بزرگ شده شهر اور با نخلستان‌های فراوانش بوده است. برخی سکه‌های قدیمی در مناطق سور و سیدا نقش درخت خرما بر خود دارند. همچنین در زمان یهودا مکابیوس این طرح روی سکه‌های یهودی ضرب می‌شد و نخل به عنوان علم پیروزی مکابیون حمل می‌شد. در هلال حاصلخیز نیز رب و نوع میلیتا در بین النهرین و یا الهه آستارته یا آشتارت در فینیقیه به صورت یک درخت خرمای مؤنث تصویر شده است.